با سلام و خسته نباشید بچه ها و هموطنان عزیزم. میخواستم امروز در مورد درخت خرما براتون توضیحاتی بدم نسبت چجوری کاشت میشه و چقدر طول میکشه به ثمردهی برسه و قیمت. قبل از این بچه ها شما میتونید با کامنت های عزیزتون و منو فالو کنید و به هم روحیه بدید و اگه نظری برای اینکه خرید و فروش این محصول داشتید میتونید به من اطلاع بدید. خب بچه ها این درخت خرما هسته، همینطور که میبینید این درخت خرما و الان 3 الی تا 4 سالش میشه و به این اندازه رسیده. توی 4 سال این درخت تازه شروع به دادن ثمر یا میوه میکنه و در سال اولی که میوه میشینه میوهش کمه چون هنوز به اون مقاومت و بزرگی که داشته باشه نرسیده. همینطور که میبینید این درخت های کوچک بغلش هم رو میتونید بعدش جدا کنیم و یه درخت جدیدی رو دوباره اضافه کنیم. بچه ها اسم این درخت مضافتی هسته که امسال سال قبل که ما اینو به میدون و مشتری های عزیز فروختیم به کیلوی 35,000 تومن تا الی 4 و در جعبه های 15 کیلویی و 5 کیلویی کارتون کردیم. اگه کسی میدونه مشتری خاصی داره برای این منطقه بیاد ازتون متشکر میشم. بچه ها منو فالو داشته باشید با محصولات کشاورزی جنوب.